خوب و زندگی نیکش نصیب گردانم. آمین. آینده خدا از بینشان دو فرزندایی که هم صورت خوب و هم سیرت خوب داشته باشند خدای مهربان نصیبشون گرداند. در این محفل معرکم برادر ما حاجی لطفالله که روی این سبب شدن و گفتم مقصد در این محفل اشتراک کنیم. خیلی برادر گرامی هستند. خداوند حاجی لطفالله هم عمر دراز، ایمان کامل و آمین. میل و محبت شه خدای مهربان باز هم به سوی دین هدایت گردانید و چکش خدا از این افت بالا نگهبان باشد. برادرای عزیز، منم خیلی در نوبت خودم یک حدیث پیامبر میخونم که ببینید پیامبر نازنین ما چی گفتن. راوی حدیث حضرت اسامه هست و حدیث هم امام بخاری روایت کرده است و هم امام مسلم، هر دوشان. حدیث متفق علیه. حضرت اسامه میگه من از پیغمبر نازنین شنیدم. خیلی بندای نیکبخت بودن که در حضور حضرت بودن، در عصر حضرت زندگی کردن و پیغمبر نازنین در یک جا نشستن. گوییم خیلی که شما ما را گوش میکنین، اونها همون پیغمبر نازنین را گوش میکردن. و حتی در امام ترمذی در باب فضیلت یعنی خودی پیغمبرمون حدیث دیدم که پیغمبرمون گفته بود است که اگر دستی ما در دست کدامی از شما رسید یا دستی ما اگر در گردن کدامی از شما رسید با اون موضع ها آتش جهنم کار ندارد. چقدر مقصد بنده های خوبی خدا بودن. حضرت اسامه میگه از پیغمبر شنیدم که گفت که کنت علی باب الجنه فاذا آمت من دخلها المساکین و اصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار و کنت علی باب النار فاذا آمت من دخلها النساء. برادر عزیز، حضرت گفتم وقتی من بودم نزد در جنت نگاه کردم، سیله مردمی که جنت می داره همه فقیرها و مسکین ها بودن. همه فقیرها و مسکین ها بودن. و اصحاب الجد محبوسون. نگاه کردم بندگانی که در دنیا مالدار و پولدار بودن اینها را در یک گوشه حبس کردگی بودن. اینها برای حساب مال دادنشان در یک گوشه که حبس بودن. و اصحاب النار امر بهم الی النار. نگاه کردم که اونهایی را که حکمشون به جهنم برآمدگی بود اونها را جهنم بردستن. و قمت علی باب الجنه باب النار و آمدم نزد دروازه دوزخ فاذا آمت من دخلها النساء. دیدم توده مردمی را که جهنم می‌درورند عبارت از زنها بودند. برادران عزیز و گرامی، در این حدیث بینین ما با چند نوع مردم در میدان قیامت معلومات پیدا کنیم. در میدان قیامت با چند مردم معلومات پیدا کنیم. نگاه کردیم که مردمی که جنت می‌درویند توده مردمی فقیر و مسکین بودند. با مردمی که در دنیا صاحب مال و ملک بودند اینها در یک طرف حبس شده بودند. دیدیم که نفرهایی که حکمشون به دوزخ برآمده بود الکی را پیشانداز که برده بودند. و دیدیم که نفرهایی که دنبال اونها داخل جهنم می شدند عبارت از زنها بودند. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا
ما حدیث های دیگری داریم برای تقویت این سخن پیامبر که حضرت گفتند الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. حتی پیامبر ما گفتند میدونین که فقیرها و مسکینها پیش از مردم مالدار و 500 سال پیش داخل جنت میشوند. و 500 سال پیش. ولی شاید این دنیای های برادرها که ما یک آدمی مالدار را ببینیم که کم تا شرایط دارای میگیم ای انگمی پولدار میشیدیم نشردی امی کم بغلی. چی میدونیم که بین در زیر کم بغلی چی مثال حکمت های چی خوبی های برادر عزیز نگفته، چقدر خیرهای زیاده در داخل این فقر. ای وقتش مردم توجیکی ما یک بعضی همی سخنکایی بگیم بین عاموی داشتیم معنای کلان داشتن که همون نیم پاره نان راحتی جان، یک تایی نان آفتی جان یا بلای جان میگفتن. لیکن به هر حال برادر عزیز فقرم اگر تاریخ پیامبران را نگاه کنی غیر حضرت سلیمان دیگر هیچ پیغمبری را از جمله پیغمبرهای مالدار نمی‌بینیم. و اگر توده نفرهایی که در گرد حضرت هم جمع شدن همه مردم فقیر بودن. یعنی ما حق نداریم که نسبت یک آدم نادار و به شرایط بسیار با یک چشم حقارت نگاه کنیم. حتی بگیم که هست که بعضی آدم ها که خیلی را خدا زدگی های. من والله با گوشای خود مشنیدگیم که کم بغل مردم میگه یا خدا زدگی های. حتی یک مالدار در بازار با چشم خیلی در دستکشون تا یک پچکای پول بود اگه خرید کیسه های بعضی آدم که مال برداشت کنه میتونه که در دستشون پچکای پول های هم خیلی خریدیسته. یک کس آمده بیچاره پیشش مقصد دویده که خیگان چیزا کمتر از سومی ناچیزش دادم دستشا برداشت گودا ایگو داخل مدو داخل دو که این حالت ببرای داخل گودا که این حالت ببرای. برای همین برادرای عزیز و گرامی حضرت مولا میگو به حضرت بود دائم حب درویش. همون پیامبر نازنین تا میگه درویش ها را دوست میداشت. به حضرت بود دائم حب درویش. تو چون اقرب زنی درویش رو نیش حتی چی درد داری رنگی همون بگیم کجدون باری میگه درویش ها را مقصد نیش میزنی. برای همین برادرای عزیز و گرامی حضرت گو من دیدم توده مردمی که داخل میشید فقیرها بودن، مسکینها بودن. بعد از اون پیامبرمون اصحاب الجد محبوسون دیدم مردمی که در دنیا خیلی مال زیاد داشتن اونها را حبس کردگی بودن. اونها باید که مقصد از اونها معلومات میگیرن، از اونها حسابات میگیرن که این قدر مقصد مالی که به دست شما از کجا آمد منبعش میبینن، منشأ در آمده میبینن از کجا آمدگی. چیلی که در حدیث ها آمده است که ای مالدار دو سواله، یکی از کجا مال آوردی، در کجا صرف کردی. برادرای عزیز این به خدا قسم چیزی آسان نیست. این حسابات پیش این مخلوق های جا نیست که با ای پشتک چور تنگش بتی جانت خلاص شود. اونجا حساب های جدی های. اونجا حقیقتا حسابی که در عوضش ما و شما یا رحمت میشنویم یا به غضب گرفتار میشیم. برای همین ولی یک روز همین نزدیکتی یک بای بابا زنگم زد. یک بای بابا زنگ زد گو بابا یاجی همین چند تا تیلو باید زکات دی. من گفتم که همین یک 85 گرم باشه، یک 2.5 گرم شو با پول بگردون بتی. گفت 80 باشه چی؟ من گفتم که 80 باشه هم بتی خوبه. بعد گفت که 40 کنیم که نتی. اکنی یک دم من گفتم برای ندادنش نیم جز من میگم خدای مهربان همه مال نقطه بگیره میشه کم بغل نمیتی هیچی میگردی. این راش گفتم بهترش همه که میگیم خدای مهربان همه یک تنگر صاحب نشه خدا می بودگیش هم بگیره میشه تمام میگردی زکات میتینه هیچی جانت خلاص. گفتم ای مردک تو نخوا. گفتم بابا و پدر تیلا را ندیده بود، تو مشتی تیلا داری
آخی 2.5 گرم همورا میبری یک همو برادر تا یا نزدیک تا بری بتی پیامبر از الید اولیا خیر من ید سفلا دست دهنده بهتره دست گیرنده خدا دست دهنده داده یا شکر نمیکنی لیکن اینا بینده تا جایی که چکو کنیم نتیم تا جایی که بگوی الحمدلله رب العالمین که ای خدای مهربان این من مثالی را بین یک نفری هستم که یک دربا میبرم مبلغ میتم شرایط میتم همین که در قرآن خداوند سوره منافقون در آیت 10 گذر بخونی و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت قال ربی فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین میگه وقتی که بین وقتی خدای مهربان که حالت مشکل و وضعین بالاتون آورد در کجایی که گفت وقتی سر انفاق میرود گفت سر زکات میرود وقتی که مثال شما زکات ها را ندادین وقتی خدا میگم یه حالت یک سکرات آورد یا جان تکیگیری با چی میگوی فیقول ربی بعد میگفته لولا اخرتنی الی اجل قریب خدا یگان ساعتک وقتم نمیتی امی حالت یک ساعتک بیرون نمیکنی برای چی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین امی مبلغام یک زکات بتون امی مبلغام یک صدقه کنم بین یا از زمره آدمای مقصد صالح و نیکوکار باشم یکی خدا چی جواب میگه ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون الله مهربان میگه اصلا برای تو یک ثانیه دیگه وقت نیست خدای تو دانا بود که تو مثال چیکار بکنی برای همین برادرای عزیز و گرامی اصحاب جده میگه بایها را دیدیم که در یک طرف حبس کرده بودن تا از پولهاشون مقصد ما حسابات بگیریم اهل جهنم شب بردن جهنم و دیدم توده زیادی مردمی که داخل جهنم میشید اینها زنها بودن برادرای عزیز و گرامی روز عید قربان بود میگه در حدیث پیامبر آمد میگه توده اصحاب گفت که صدقه کنین احسان کنین این طرف میگه نگاه کرد که زنها هستن گفتن که صدقه کنین گفتن احسان کنین حدیث همین خیلی یا معشر النساء تصدقنا و اکثرنا الاستغفار هی زمره زنکا گفت صدقه کنین استغفرالله بسیار بگین فانی رأیتکن اکثر اهل نار زیرا من دیدم که بسیاری از آتش جهنم در عذاب میکشیدگی خواهرای عزیز گفت من دیدم شما بودید میگه قالت امرأة منهن یک زنه که به غیرت از بینشون نگاه بلند شده گفت ما لنا یا رسول الله چی با چرا ما بودیم چرا زنها بودن قال گفت تکثرن لعن و تکفرن العشیر بینید گفت که زیرا شما در دنیا لعن بسیار میگین سخنهای حقارت زیاد میگین همچنان زیاد حقارت میکنین زیاد سخنهای بیجا میگین و همچنان شوهر که بسیار نعمتی بزرگه شکرگزاری در نعمت شوهر نمیکنیم و این خاطر گوش شما را اکثرا عذاب جهنم در من دیدم انت الى اهداهن دهر میگه اگر بسو یک زنک پیامبر گفته صحیح سخنی من نیست که خواهرای ما از ما خفه شوند میگه بسوی زنک اگر همین قدر نیکی 50-60 سال خدمت کردی ثم رأت منک شیئا بعد میگه یکان یکی نرسید یا شرایط نشید یا اینکه مقصد خیلی همون ترتیبی که آمید سبد همون ممکن که یکم ترک تنفس شید بینده بعد میگه چی میگه این زنک میگه که ما رأیت منک شیئا قط میگه ای مردک من اهمیت هیچی ندیدم امرو قطیت خزم شید 50-60 سال دادی میگه آمد همین یک لحظه که شاید خیلی آدمی داخی دویم آخی مقصد خیلی آدم دویم کساش پری پول نیست که دویم یک خیل نمیشه وکو میگه همین اندک هر چیزی که نرسید بعد میگه ای مردک من هیچی اصلا ندیدم برای همین
حضرت همین چیزها را یادآور شد که خلاص مادرها و خواهرها عزیز شما از زمره اینها نباشید، تا زیرا با همین سخنهاتون شما همه تا وارد جهنم میشید. خدا کنه خواهرای ما را، خدا کنه کلینا که از زمره خواهری باشه که همیشه از زبانهاشون سخنهای نیک بیرون شوه و مادرای خوب باشن، مادرای ناز باشن، مادرای خداشناس خدا ترس باشن. خدا خواهد انشاءالله بعد دیگه خوشبختی و بعد اون شیرینی زندگی را هم مردک برادر عزیز احساس میکنه. خدا هم باز همی توی مبارک کنه و خاتمه کار همه ما و شما را بخیر کنه.